سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان عزیز. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمتهاش، از آن جمله برای خوبترین، بهترین و بالاترین نعمت الله که ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم. بعد از آن میخوام صحبتی گذشتمون که درباره ریش بود امروز دوامش بتیم، زیرا تمام نکردیم و دوام داره سخن درباره ریش. اگرچه در شبکه‌های اجتماعی زیاد نفری هستند که صحبت‌های با دلیل درباره ریش صحبت کردگیان، اما ما گفتیم که درباره ریش که اگر حدیث یا آیت می‌خواهید در اینترنت بسیار نفرها هستند، یعنی در نظر دارم شخصایی که اسلام خوب با خبرن، با دلیل ها، با رقم و نام های کتاب ذکر کردگیان که میتونید شما اونا را پیدا کنید و تماشا کنید. ما اینجا میخوام بعد مصر شعر سخن ما گفتی رحمان اینا با سخن گفته با هم خیلی کردیستم، ما هم خطای لفظی ما هم امید جمله شعر خطی سخن منا شروع میکنیم که ناصر خسرو گفته بود است که مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، با کوه آواز خوش بده تا خوش آید. این شعر با رحمانزاده، با چونین نفرایی که با ملت تحقیر میکنند یا توهین میکنند یا مذاق و مسخره با گذشته های ما میکنند داخل دارد که هر سخنی که شما میکنین حتما جوابش میگیریم، به جواب نمیمونیم. گفتیم که این فرزانه خورشید این لفظی از زبان خطای برآمد که این خطای لفظی میگن. ایرا رحمانزاده قربان عبدالله یا که رحمانزاده عبدالله قربان، رئیس کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، یک شخص مسئول، یک منصبدار که در تاریخ 26 اپریل همین سال روان با بلاگرها یک نشست داشت. یک 7 دقیقه صحبت میکنه، تحقیر و توهین سخنهای هوایی پا در هوا میگیم که آیدی ریش میزنه. نفر گفتیم که زاده ولایت ختلان ناحیه فرخار، ما در گذشته قرغان تپه گفتیم بله این خطا است، خطای لفظی. دو دهقان در ناحیه فرخار با یکدیگر شوخی میکنن و 21 فوریه سال 1983 این بیچاره به دنیا میاد. یک صحبتی که 7 دقیقه میکنه، شما میتونید که را صحبتش ویدیویش تماشا کنین، اما من در نزد خودم از سخنهای ای دانه به دانه نوشتم که تا میخوام همه ای را جواب بگردانم، دانه به دانه جوابشون بگردانم. امروز میخونم و هر یک کدام سخنایی که من نوشتم هر یک کلمه‌ش جواب بگردانم. اولا من درباره ریش یک سخن میگم. در ما و شما زیادتر این کلمه را استفاده میبرن که شیر نری تاجیک، ای گرده بدن شیر نر بدای، با 7-8 ره را در پشتش میگن، شیر نر میگن، شیر میگن، 7-8 ره در پشتش میخونین. من اصلا به این کلمه اعتقاد ندارم، این کلمه را کوشش نمیکنم که یگان بار به زبانم جاری کنم، زیرا که شیر حیوانه. چندین بار حتی من نوشتگی هستم که رحمانوف وقتی شیر نر میگین، شیر اینا ببینین عکسش یک حیوانی درنده های، یک درنده های. نخو رحمانوف شما با شیر برابر که خیلی ما میگیم امون رحمانوف یک درنده های، یک وحشی، شما باور نمیکنین، قبول نمیکنین، اما در اصل خودتون میگین که بله همین یک درنده های و ما میگم که خیلی درنده را یا که شیر جوش کجای پشت پنجره، قفس‌های تنگ، ریشوتکاهای بگیم بقوت یا که غوص. شیر در نمتری جوها یا دزوپارک های جوش یا در جنگل. برای امور رحمانوف باید پشت پنجره بروه و شما میگین که شیری نر، بازم میگم که من در این کلمه اعتقاد ندارم، در این کلمه اصلا برای ما یک کلمه ناآشنا های. وقتی که شما شیری نر میگین زیادتر نفرایی که کار زور میکنن، قهرمانی میکنن، کاری فوق العاده میکنن، شما شیری نرش میگین.
همین شعر نر و حتی شعر ماده هم دیده این که ریش داره. نه صورت رو ببینین، عکسای شعر نر رو ببینین، شعر ماده رو ببینین، دیده این که همین ریش دارن. ببینین خشو ریش دارن. انا این نفری که شاید یگون لسکش باشه در ویخش که در یگون جو تعریفش کنه که محترم فرزانه که رحمانزاده عبدالله قربان شعر نر، این آخه شعر نر باشه، شعر نر باید ریش داشته باشه و مردها را زیادتر شعر نر میگن، زنها را با فکر من شعر نر نمیگن، شعر مادهشون هم بگن. من نشنیدم شعر مادهش بگن مرده زنه، مردها را میگن زیادتر شعر نر. شعر نر باید اینگاه ما اقلا کم تر ریش داشته باشه که ای زن فرق کنه. خب به هر حال صحبت زیاد نکنیم که با امروز هم بتونیم یک قسمی سخنها یا که سوالهایی که در پیش نوشتیم جواب گردانده بتونیم. 7 دقیقه که سخن کرده درباره ریش، ای به توفیق، ای به ارزش، ای به حاصل، ما در پیش خودم نوشتم یکم سخنش که درباره ریش صحبت میکنه، یعنی که در همون نواری که در نزد بلاگر صحبت میکنه، میگه که در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم. سخن میدونید چی معنی داره؟ خودش اعتراف کرده است، خودش قائل شده است که ما در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم. بله، در یک جامعه آزاد زندگی میکنی، اگر من زن ریش میمونه، مرد ریش میمونه، کودک ریش میمونه، پیر ریش میمونه، موندن بگیره. خودت گفته است که در یک جامعه زندگی میکنیم که آزاد. سخنویت نه با عقل توغری میگیره، نه با شریعت توغری میگیره، نه با سرقانون توغری میگیره. در همون سرقانونی که خودتون قبولش دارین، گویا ایروی همو حرکت کردستین، ایروی همو پیشروی کردستین، در همین چیز اومگی نیست که آدم مردک ریش نمونه. تا تحقیر با گذشته های خودت کردسته، تا میفهمی چی کار کردسته، چی گفتسته. همین فرزانه خورشید، همین رحمانزاده یا که احمقزاده، تا اینام نسب خودت دست بکشی، باید قدر تا آدم گنده و بدبین باشی. یا شاید که این نگاه مای شاید همین نفر میخواد با هم خیلی تحقیراش، با هم خیلی سخناش یک شخصی روی رسانه ها یا روی زبان های مردم بگرده، مشهور شدنش میفاره. شاید برای دیدگی باشین بسیاری همین مقامدارا در نظر دارم تاجیکستان با هم خیلی گپای تحقیرآمیزشون، با هم خیلی گپای دین ستیزیشون مشهور میشوند. یعنی یک قدم میشناسشون در تاجیکستان. شاید همین بیچاره هم دید که هیچ کس نمیشناسش، مردم بگیم که احترامش شاید به جا نمیرن، یا که ای سیاستای بپرایی میکنن، گوش نمیکنن. شاید خیلی میگه که مردم کمتر هراس داشته باشن یا یک موقع یک جایگاه پیدا کنه در جامعه تاجیکستان. شاید همین نفر هم خیلی چیزا میخواد که چون این تحقیرها را به خودش اجازه داد یا روا دید. ببینید سخنش چی میگه؟ در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم. عقل داشته باشی تا وقتی که در یک جامعه آزاد میگوی زندگی میکنیم، با میگوی که ریش نمونیم. این گپیت چی معنی داره؟ وقتی جامعه آزاد باشه، برای همه آزاده، برای زنم، برای مردم، برای بیریش هم، برای ریش دارم. این گپیت دخل داره که ربط داره. بله، در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم، رقص، بازی، به شرمی، به حیاگی، فحش، فاحشگی کردن گیرین آزادین، اما با سیاست‌های جلالت مآب رحمانوف دخالت نکنین. هم خیلی نزدیک نشین با سیاست‌های او. خب دیم سخنش میگه که در تمام دنیا ریش هست. همین سخن یکم شب دیم شما چه خیلی قیاس میکنه که برابر میکنه. در یکمش میگه که در تاجیکستان آزادی هست، در جامعه آزاد زندگی میکنه، و در دیمش میگه که در تمام جهان ریش هست. خودش اعتراف کرده در دنیا اگر ما 195 کشور همچون کشورهای رسمی بشناسیم و از اون جمله 60 کشورهای اسلامی هست. ما در سخن پیشینمون گفتیم که
بدین با دین ریش میمونه. این ریش زینتی مرده. این با دین یا که با مرد بدن علاقه نداره. همون جوانی که 16 ساله میشه الکی این در زیر پوست طبیعی میدوه. اونو یک صورت ببینید. این خیلی تاتوریروفکا میگن، چیش میگن تری نکلینکای، این خیلی رنگ غبار باشه در پره رو. این ایره شما میتونید مان کنید که ممکن نیست در مرد. این با شان شرف ما، با گذشته های ما، با ابرو، با فرهنگ ما نزدیکی نداره یا که بیگناه هست. این ایره شما نکنید. این گپ تونده ما هیچ سوال ندارم، جواب ندارم، زیرا این راست نمیگیره با مرد که در پره رو در روی دستت یا که در دیگه جد نقش بکشی یا یکی رسمی بکشی. اما خودت گفته سعی که در تمام دنیا ریش هست. سخن خطای در تمام دنیا میگو ریش هست، ولی غیر از خیتای کره شمالی در ترکمنستان هم فکر میکنم که نمیمونن ریش مونی غیر از روحانیوش. همین تاجیکستان هم با همین سه کشور پیروی داره: خیتای، کره شمالی و ترکمنستان. خب میگذاریم سخن سومش. برای چی ما برخورد بسیار وای داریم برایش؟ یگان ملت، یگان دولت در وضعیتی که ما قرار داریم ندارد. اینا نگاه کنید چی میگه. این سخن خود چه؟ ما برای چی نوشتمش؟ چیزی که از زبانش میبره هم را نوشتم تا تهمت نشوه، گپای زیادی یا کمی نیا در سخناش. بله، برای چی ما بسیار میگه در این مسئله ریش برخوردی وای داریم. برخوردی وایش همو یعنی که بسیار مبارزه شدید بردستیم. برای که میگه در وضعیت که ما قرار داریم یگان جا قرار نداره. بله، شما یگانه حکومتی روی زمین هستین که نفرت به ریشدارها و مسلمان ها دارین. ایرا اعتراف کنین. اعتراف کنین که شما یگانه کشوری هستین که علیه اسلام مبارزه بردستین، اما به مقصدتون نمیرسین. در یگان کشوری روی دنیا رنگ شما نیستن که از ریش قدر بترسن یا که قدر به ریش نفرت داشته باشن. حتی همون کمونیستا مانند شما نیستن. خب چهارم سوال یایی که سخنی می احمق زاده همچون ما سوال واری موندمشون تا اینکه در همه سخناش جواب بگو. چهارم میگه که در مسئله ریش ما بسیار حساس هستیم، میخواهیم همین چیز نباشد. قریب به سخن سومش ماننده ایشم که برای چی ما میگه بسیار وای هستیم از همین ریش، و در ایشان میگه که ما در مسئله ریش میگه بسیار حساسیم، یعنی میترسیم، میخوایم همین چیز نباشه. یک چیز میگم که شما قوت توانایی را ندارین. این را در یک جا بنویسین بگیرین. رژیم یا یکی همون دشمنا که شما قوت توانایی ندارین که مردهایی که میخواهن ریش بمانند، چی به خاطر زیباییشون چی به خاطر اسلام، شما نمیتونین که سیره او را بگیرین. در گذشته هم یگان حکومت نتونست که چنین مبارزه برای که چنین عمل شومشه پیاده کرده بتونه. خیلی چی فکر میکنین که مرده ها ریش بتروشن و بعد کرتاو یا کستونی اطلس بپوشن برو خطیر بگردن؟ هم خیلی شما میخواین. خب پنجم میگه در افغانستان حزب‌های تروریستی حاکمیت مردم را غصب کرده گرفتن، بیرون از اراده مردم همین چیزا را ترغیب میکنن. همین چیزا یعنی که همین ریشه در نظر داره گویا امارت اسلامی طالبان که با همین نام هر کس یا که تمام ملت افغانستان باید بشناسشون یا روی دنیا باید بشناسشون، امارت اسلامی جمهوریش میگن افغانستان. این همونا را میگه که در افغانستان حزب‌های تروریستی حاکمیت مردم را غصب کردن گرفتن. فراموش کردین که شما خودتون هم غصب کردین؟ فراموش کردین که
شما خودتون حکومت تاجیکستان و حکومت مردمیش غصب کردین گرفتین نیتی رفتن ندارین و میگه که بیرون از اراده مردم، یعنی مردم نمیخواهشون، شما رو هم نمیخواه مردم و همین چیزا میگه ترغیب دارن. یعنی منظورش که ریشه، گویا که طالبان ریشه ترغیب دارن. شما میدونین که هموطنان عزیز که امیو چون همی گپا را میگن با همون طالبا با همون گویا که حزب تروریستی باشه با هم واخری میکنن. از اون جمله ما یک صورت یا که عکس نشون میتم، دو تا سه تا عکس حتی از یک مجلس یا که یک نشستون شما ببینین. واخوری رئیس برق تاجیک محمد عمر اسحزاده های با ملا محمد حنیف 10 ینوری این سال روان در ترکیه. اینا ببینین، سازشنامه‌شون رو ببینین، این سلام، این خنده و تبسم‌هاشون رو ببینین. شما وقتی حزبی را تروریست میگین یا که شخصی یا که حکومتی را تروریست میگین، چی با او میخرین همکاری دارین؟ چی با او همکاری دارین؟ و میخرین، سازشنامه میزنین. چندین بار شید و میخرن. گفته بودم وزیر کارهای خارجی هم با او خورد، مهرالدین سراج‌الدین در خیتای واخورد، در روسیه واخورد. اونا رئیس وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب دلیر جمعه با او واخورد. این را شما هم میبینین. شما با حزب ها، با این گروه ها که تروریستشون میخونین، شما با یا وا میخرین، صحبت ها و چویخرکان میکنین. خب ششم، این مسئله در گپ بسیار است. چرا ما این رشته اینقدر حساس شده؟ بله، شما چی با این مسئله بسیار حساس شدین؟ زیرا گفتن که میترسین. شما ایریش میترسین، ایریشدارها میترسین. میگه که در این مسئله گپ بسیار آره. چرا ما در این مسئله میگه بسیار حساس شدیم؟ حساس یعنی میترسن، از ریشدار میترسن. یک چی بگم، همین رحمانزاده عبدالله قربان سلوچینه از آغوش امیر الطالبین و الپشتوگین ملا صاحب برادر فرار کردگی نباشه. از آغوش گرمی همو ملا صاحب فرار کردگی نباشه که قدر نفرت به رشتارها داری. یک عکس امیر ما شما در نشان میتونم ببینید هموطنان عزیز، با پشتوی کرک صورت داره. این همین نفر بید با پشتوی کرک صورت داره، عکس داره. اما در حقیقت در عکس پشتو ریش نداره. این با پشتوها یا با افغانهای بیریش میل داشته، با رشتارها علاقه نداشته، رابطه نداشته. برای هم نفرت داره. این چی ضرر دیده، چی خیانت، چی تجاوز از جانب رشتارهای خصوصا طالبان دیده، ایرا من نمیدونم. راستی در کتاب‌های فقه اسلامی میگن که آمدگی است نوشتگی مذکر، مؤنث و سومش مخنث. مذکر خیلی مرد میگن، مؤنث زن میگن و مخنث نر و مادر میگن. همین فرزانه جان ما اینا با لفظ دیگر رفت. همین رحمانزاده ما از دومش باشه، از سومش، یعنی زن باشه که زن و مرد باشه که قدر نفرت به رشتارها داره. زیرا با میگن که ریش مخصوصی مرده، زن زیب نمیته و برای زن هم نیست و فرق بین زن و مرد انمی ریشه. خچه ببینید عکسش ده یا صورت نمی را بینید، نمی منافقه روش کب کبوته ریشت روشی بسیاره. ولی فردا همی با میمبره و 4 ملای احمق میاد در گردش یا جنازش میکنن یا که با یک نفری خدمتگار، خادم و فرزانه ملتش گفته میبرن با آب رو با تایخاکش میکنن. مانند یک خر، یک سگ و یگانی را برید وقتی میبره به جنازه و به چی دیگون چخری پرتوینش بره و نفری که با اسلام هیچ نزدیکی نداره و برعکس
دشمنی داره. هفتم، مردمی که دعوا از ریش و سنت میکنن اگر آنها برای ریش یک صلوات بخونن من با گیسوهای پیامبر 10 صلوات میگم. خیلی احمق به تربیه اینجا خچه آشکار میکنه که ببینین با ریش پیامبر کی صلوات گفته، با گیسوهاش تا چه صلوات میگوی؟ آخه روت یا شیطان تا نمیدونی، نه از حدیث با خبری نه از یک آیت با خبری. درباره ریش گفتیم که پیامبر حدیث ها داره، درباره ریش پیامبر حدیث ها داره. تو چیزی را نمیدونی بهتر نیست که خب کنی، خاموشی را رعایت کنی. خاموشی میگن که در خنونه دهن پوشیده 1000 طلا. اونمو گفتیم که رئیس پیشینه کمیته کار با جوانان و ورزش احتمزاده رستم نه خاموش و خبت، یعنی خاموش را رعایت کرد. پیش آزاده رفت، پیش آزاده در بری آزاده این دهن تا با تهمت با تحقیر با سخنهای ناجا باز کردی تا پیش آزاده نمیره، تا دیگه جا میره. خب دوام میتیم. هشتم چیزی که من نوشتم از سخنهای او، من موی سرتا دراز کنو ریشته تراش. انا که ببینن که من موی سرتا دراز کنو ریشته تراش. اینجا همو کی را میبینه؟ یک بلاگر در همو بین بلاگر ها هسته که رنگی تحقیر نمیکنم این حقیقت داره او که بگیم که به حقیقت نزدیکه نوشم خیلی نگیرم. همونجا یک بلاگرش ریش کمتر درازه و موی سرش هم درازه و همینجا همه نفر میگه که خیلی او برای فیلم گرفتنش یا که هنرمند بدنش میگه اجازت داده. خیلی اگر نامو ریش نداشته باشه موی سرش دراز باشه رنگ کی میشوه؟ یا سامین دولت میگن کی میگن یک دختری که نو برومه با بچه ها موننده که رنگ هم میشوه. اکی یا میخوان که تمامی مردها موی سرشون درست کنن ریشون بتروشن، یعنی که همه رنگ فرزانه خوشه چه در تاجیکستان شما میره میخواین؟ اگر تمامی مردهایی که نگاه کنید میگن که از 15-16 سالگی در همین پوستی روی بچه جوان علاقه ریش میدوه. خیلی هر کس ریش هر خیلی میشه، کم زیاد رشد و جنگله. شما تصور کنید که قریب اگر 50% تاجیکستان هم بگیم از 10 میلیون 5 میلیونش اگر مرد حساب کنیم یا که 4 میلیون شه و از 4 میلیون این از 3 میلیونش اگر نفرایی که ریش میبروردگی باشن حساب کنیم، همه همو باید که موی سرش درست کنه ریش بتروشه. با گفتی یا همین چیزا خواستیستن و همین چیزا پیشنهاد دارن. گفتم که بعد کسانی اطلس و بروک اطلس یا چکن میپوشی موی دراز ورد دیگه ایدخته فرق نمیکنن. چی با هم یا خچو نمیکنن کسون بروک چی با شما میپوشین؟ شما نمونه عبرت بشین. آخی شما خودتو نمونه عبرت بشین. موی سر دراز مونین کرتای چکنه یا یکی کرتایی که خطون میگن که کرته های ملی تاجیکی هم خیلی پوشنده دوام شما بپوشن که نفرهایی که شما را گوش میکنن و که پیروتونن خود چون نمیکنن و دیگران را مجبور دارن که شما گپای ما را بگیرین و که با گپی ما گوش کنین. نهم، ریش نشانه پیغام به طالبان است. هنکه بیاییم بگیرین. ریش نشانه پیغام به طالبان است. چه خیلی فهمیدین گپشه؟ تکرارا میگم که این سخنهای همون نفره در یوتیوب نواری پرشب دارین تماشا کنین. من نوشتم پیشم تا هر چیزی که همون گفته با همون سخنش من جواب بگم. میگه که ریش پیغام به طالبان است. در همین تاجیکستان ما و شما خصوصا یگان جوان یگان مرد ریشش بر ریش طالبان مانند نیست. یگان نمود شکل ظاهریش هم مانند نیست.
طالبان فرق میکنن، ای تمام جهان فرق میکنن. در روی دنیا ببینید بسیار نفرایی که ریش دارن، بسیار نفرایی ریش دارن، چی دیندار چی بدین، اما همش با طالبان پیغام دادستن. میگن ما طرفدار شماییم، در طالبان پیغام دادستن. من یک عکس همی احمقزاده رو برای شما نشان میتم، ببینید تبسم شه در پیش کی عکس داره؟ در پیش لنین، استالین. حتی میگم که این مایل به کمونیستی داره، این به بزرگای روس‌های مایل داره. ببینید عکسش در پیش قور یا که آرامگاهش میگن، در پیش ساختمانی که لنین در اونجا خواه در همونجا عکس داره، با لنین عکس داره، با استالین عکس داره. این آرزوی درینه ای بدی نفهمیده میره. ای تبسمش معلومه که به همیان مایل داره. یعنی که یک چیز دیگه هم، شما وقتی که ریش ندارین چی مایل به پوتین دارین، مایل به استالین دارین، به ایلسین دارین، به جو بایدن دارین. یعنی که ریش ندارین، پیغام به او دارین، پیغام به او دارین. ای روی گپای همین معلومه شد که نفر ریش داره، این پیغام به طالبان است. یعنی بریشو پیغام به لنین، استالین، پوتین دارن، یا مارکس یا دیگر نفرایی که بریش بدن و دشمن خدا بدن. البته نه، اینا ما خطا میفهم که چی بریش باشه چی ریش دار به یک نفر پیغام بده. گپاش با میگم که پدر هواست و گپاش ناجای. باز تکرار میکنم که شما بسیار با خیلی طالبان واخوردگین، بسیار بسیار. یکی از دلیل های دیگر هم برای نمی گپ ما اثبات کردن که شما با طالبان وا میخورین، مفتی تاجیکستان، شخصی مسئول، شخصی کلیدی سعی مکرم عبدالقادرزاده میگن دهم می 2022 یک سال پیش در سمرقند یکی از شهرهای بزرگ ازبکستان با طالبان واخورد. این عکس رو ببینین، با طالبان واخورد. اینا شما چه خیل میگین؟ چه خیل این عکس شما میبینین؟ چه خیل پاسخ دارین؟ در حالی که بازم رحمانوف اگر چه دشمن طالبان میگه، طالبان را قبول ندارن، ما حیران میمونم، تعجب میکنم که چگونه نفرای نزدیکترین به رحمانوفن با اونا وا میخوره. رحمانوف فقط سرکشی میکنه یا شرم میکنه، خچه از طالبان دور میگیره. روسیه طالبان را قبول کرد به رسمیت، میدونین یک سال پیش. ترکیه سفارتخونه‌اش به طالبان داد، ایران سفارتخونه‌اش به طالبان داد، سفارتخونه یعنی که افغانستان، دبی داد، نوبت شماست. با طالبان ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، چین، روسیه، دیگر کشورها همکاری داره. میدونین اونا را فریاد میکنن به کشورشون، اینا میرن به افغانستان نماینده‌اشون رای میکنن. یگانه تاجیکستان در بینون شما مجبور میشین روز یا را قبول میکنین یا را در آغوش میگیرین، تا شرمنده بین این گپات میمونی، در بین تا میمونی. و رحمانوف اگر که مرد باشه، ناموس داشته باشه، تا مردنش یا را قبول نمیکنه به رسمیت. اما ما باوری کامل داریم که خواجه های اساسیش چین، روسیه ای را قبول کردن، اینو را بگیم موقع دادن، جایگاه دادن در کشورشون، یعنی سفارتخونه‌شون دادن. شما هم قبول میکنین، هیچ راه ندارین، اما شرمنده میشین. ای سرکشیتون، ای یگرویتون، نمیدونم که شما با چه خیل پیش ملت جواب میگین یا که روتونه نشان میتین سرتونه بلند میگیره. خب دهم، خداوند بی‌نیاز است، با خداوند در کار نیست. اگه منظورش ریشه البته میگه. پیغمبر بی‌نیاز است، اگر بگم آدم کافر می شود یعنی بیریش باشد نمی اگر پیغمبر نیاز می داشت امر به یک مشت کردن نمی کرد. اصر شش همین خیل امرشی بسیاری ها نمی دونند. وقتی یک چیز دیگه میگم که خداوندم ایت بندم بی‌نیازه.
пайғамбарам айта умад безорай, бениёзай. Аввалам пайғамбар бариш ниёз дошт. Пайғамбар риш дошт. Ришра як муштам намекард, дурӯғ мегӯй. Дар ягон ҳадисам як мушт ай пайғамбар зикр шидаги нест. То вақти пайғамбар буд баръакс ба риш амр мекард. Мега ира бисёриҳо намедонанд. Риша тарошиданаш гунаҳгор мекунад инсона, ҳаромай ва мазоқ карданаш кофир мешавад. соли 2007 буд, хато накунам, ҳукми риш дар ислом як китоби тоҷикӣ баромадаги аст. дар ҳамон мегӯянд ки тарошидани риш ҳаром аст, гунаҳгор мешавад инсон мусалмон ва мазоқ кардан, масхара кардан ба риш. дар ин масъала бисёр марди мо аст, яку нафаре ки риши кам дошта бошад, ки ягон ришиш чӣ дошта бошад, мегӯем хатогиҳое ки чӣ мегӯянд, баъзе рӯи инсон дар риш хушуна мебарояд, баъд ҳар хел мазоқҳову лақабҳо мевонанд, инсона кофир мекунад, мусалмоне ки давои ислом мезанад ва риша мазоқ мекунад, масхара мекунад. барои ҳамин ба як рӯзитона бидонен, ай китоби тоҷикӣ гуфтам, 2007 ромадаги як китоб, ҳукми риш дар ислом. китоби тоҷикитона бихонед ва дигар китобое ки дар бораи риш аст. барои ҳамин нафаре ки дар бораш гап задем, фикр мекунам боз зиёд шид, на 10 сухан ништа ё 10 саволе ки пеши мо навиштем ҷавоб додем. фикр мекунем ки ҳозирашта имрӯзашта ба ҳамин кифоя кунем. иншоалло бо дар ҳамин бора суханамо давом метем. суханои и саволҳое ки мо навиштем дар суханои ибд давом дорад. шуморо ҳамватанони азиз ба худованди яктом месупорам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.